دو روز می شود که در مرکزهای سلامتی ولایتی سوخت و جمهوری دختران به کودکان ایمونیزاسیون گذرانیده ایستادند. مرحله ایمونیزاسیون علاوه بر ضد بیماری خوفناک فلج می باشد و آن بین کودکان سنشان از 3 تا 5 ساله گذرانیده می شود. واکسینی که دختران به کودکان می گذرانند غیر فعال کرده شده ضد بیماری فلج بوده، یعنی IPV می باشد. دختران مرکزهای سلامتی تاکید می کنند که گرفتن این واکسینه به کودکان حتمی بوده در حالت سرکشی نمودن از ایمونیزاسیون خوف بیماری فلج یا خود معیوب شدن فرزندشان وجود دارد. بیماری فلج این خیلی بیماری خوفناک به حساب می رود. برانگیزنده پولیومیلیت این 3 نمودی ویروس، نمودی 1 و 2 3 حالی در جهان نمودی 3 نیست شدگیش نه. بر ضد همین 3 نمودی ویروسی پولیومیلیت این گذرانده شده ایستاده است. در مرکز سلامتی رقمی 3 شهر خوجند باید 780 نفر کودکان از ایمونیزاسیون گذرند. گفته می شود که امگذرانی به کودکان رایگان بوده. واکسینه ها پوره از تشخیص های تشکیلات های بین الخلقی گذشته است. بنا به گفته دکتران سالهای پیش به کودکان بعد تولد در سنی 2 3 4 ماهگی و در 1 سالگی امگذرانیده می شد و این نمود قطروی بود، یعنی به دهان کودکان دارو می چکانیدند. حالا باشد ایمونیزاسیون به طور سوزاندارو به کودکان گذرانیده شده. به خوف بودن واکسینه از جانب دختران به والدین کفالت داده می شود. IPV این به نمود سوزاندارو گذرانیده شده به کتف کودکان ما می گذرانیم. این واکسینه فرقیتش در آن است که نمود ویروس خود را تغییر می دهد. مثلا گفتیم بیماری فلج بسیارتر در کودکانی تا سن 5 ساله دیده می شود. فلج دست و پای ها، فلج راه های نفس، فلج گفتیم مشک های دل. بنابر همین این بیماری بغیر آن که کودکان را یک عمر به معیوبی دچار شدنش ممکن کودکان. در مرکز سلامتی رقمی 2 شهر خوجند نیز به کودکان ایمونیزاسیون گذرانیده ایستادند. دختران میگویند مرکز 20 منطقه شهر خوجند را در بر میگیرد و در اینجا زیاده از 1000 نفر کودکان از ایمونیزاسیون میگذرند. بیماری خوفناک فلج اساساً بین کودکانی تا 5 ساله پیدا می شود. ایمونیزاسیون نمودی سوزاندارو دوام 2 سالی آخر یعنی از سال 2018 این جانب به کودکان گذرانیده می شود. تا امروز یگان حالتی عکس العملی یعنی ریاکسیون دادن واکسینه به کودکان به قید گرفته شده است. از همین سبب دختران به والدین مراجعت میکنند که از امگذرانی سرکشی نکنند، زیرا در حالتی از ایمونیزاسیون نگذشتن احتمالی به کودکان پیدا شدن بیماری فلج و معیوب شدن آنها جای دارد، حتی عاقبتش مرگ بوده میتواند. من از فرصت استفاده برده از مادران والدین خواهش مینمودم که کودکان خود را حتما به ایمونیزاسیون آورده به دکتران عائلوی خود مراجعت کنند، از این چاره‌بینی دور نشوند، ضدیت نکنند، زیرا این بیماری خیلی بیماری وزنین می باشد. روزهای ایمونیزاسیون علاوه بر ضد بیماری خوفناک فلج در جمهوری تاجیکستان از سنه 15 تا 20 فوریه سال جاری در تمام مرکزهای سلامتی قلمرو کشور گذرانیده می شود. این معرکه مهم برای سلامتی نسل نورس نگرانیده شده است. در ولایت سوخت باشد 700 مؤسسه های طبی به گذراندن ایمونیزاسیون علاوه مشغول هستند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.